عصر موبایل های گلی. در عصر باستان مردم از موبایل های گلی استفاده میکردن. این گفتم اینجا باید باشه. سلام. سلام. بهنام عزیز، درسته؟ بله. خب بهنام عزیز، میریم سراغ یک گزارش پر جنجال و هیجانی والیبال از آقای کرده و آقای محتشم. آقای کرده. بشنوید صدای محتشمیان رو. جو استادیوم 12 نفری آزادی شلوغ، صدا به صدا نمیرسه. با نام و یاد خدا و عرض سلام و حسن باشید خدمت بینندگان عزیز ارجمند. پخش مستقیم بازی ایران و ایتالیا سری مسابقات لیگ جهانی والیبال. دوست و همکار عزیزم آقای محتشمیان. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به ورزش والیبال، ورزشگاه 12 نفری آزادی تهران، جدال ایران ایتالیا. در خط سرویس میرزا جان پور ضربش رو میزنه. کار خوب ترکیبی که دفاع روی تور مانع از عبور توپ میشه. یه گزارشگر دیگه از والیبال آماده دارین شما؟ آقای کرده خیلی خوب. با نام و یاد خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. پخش مستقیم بازی ایران و روسیه از سری مسابقات لیگ جهانی والیبال، ورزشگاه 12 نفری آزادی تهران. دوست و همکار عزیزم حسن ریوندی، بفرمایید. چون همینجا والیبال تموم میشه، هم میریم سراغ یک کاراکتر بسیار دوست داشتنی در سریال آوای باران یا به تعبیر آوای شکیب. بشنوید کاراکتر شکیب رو از حنجره توانمند بهنام هنرمند. ببین حسن، تو که میدونی من شکیب به 1000 تومن قانم. نلا من به نامبروان بودن امیدی ندارم. سندرلا دخترم، سوستولم، بیا زن این مرده که کشل شو که هم تو به یه نون نوایی برسی هم منه. خب بهنام جان، از میان گزارشگرهای ورزشی کسی دیگری هست که شما بخواید تیپ سازی کنین و صداشو شبیه سازی کنین؟ یه صدایی هست که داریم روش کار میکنیم، ولی اجازه بدید خیلی کوتاه بیام. بله کوتاه بهتره. آقای عامل گزارشگر کشتی که خیلی از نسل‌ها باش خاطره دارن. به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. میریم روی دوشک بی جایی که حمید سوریان از جمهوری اسلامی ایران و روشن بایراموف، این کشتیگیر چغر و بادبادان از جمهوری آذربایجان کشتی خواهند گرفت. حالا 1 دقیقه و 27 ثانیه، 28 ثانیه، 29 ثانیه، 30 ثانیه، این تا 50 ثانیه میره. از وقت کشتی سپری میشه. میگه تا 50 ثانیه واقعا؟ آره میگه. خیلی عجیبه. خب خسته نباشید دلاور، خدا قوت قهرمان که دل ملت را شاد کردید. صدای ایرانی که در سالن میشنوید صدای مشتاقان به کشتی است که ساعتها قبل خودشون رو به سالن رسوندن. فکورانه کشتی گرفت حمید سوریان، بزرگی کرد. خسته نباشید دلاور، خدا قوت قهرمان. من واقعا زبانم قاصر هست و نمیدونم چی باید بگم، فقط این که بگم خسته نباشید دلاور، خدا قوت قهرمان. نه جالبه. این قسمت‌های از پایتخت 4 رو با هنرنمای بهنام ببینیم. باسی دیگه حسن، من توی میگم جاری باسی دیگه. من یه نفر هدف و میل گشکار حرفه‌ای. باسی دیگه آقا نگو این کار صحیح است. آیا ازدواج با یک مرد عنکبوتی به شخصیت کار صحیح است؟ خانواده یار شما خوب هستی؟ من به تو گفتم برو ازدواج کن با اون؟ اصلا من به تو گفتم برو با یک جینی ازدواج کن؟ من کی اینو به تو گفتم؟ لیلاه علی کی میگه؟ دهنته. خب بریم بعدی، کاراکتر بعدی و چیزی که آماده کردیم. جواد خیابانی. نقطه پنالتی رو می‌بینید که در وسط محوطه جریمه قرار گرفته. پرسپولیس 1 چون 1 گل زده، استقلال 0 چون هنوز گل نزده. بین من و حسن ریوندی جای یا حسین رضازاده و پرچم سرنگ کشورمون خالیه. خب بسیار خوب، بریم به کاراکتر بعدی و صدای بعدی. مجریا. اجازه است من با مجریا شوخی بکنم؟ نه، ما صدا سازیشون رو انجام بده ببینیم چقدر شبیه هست واقعا. باز میخوام بشینم. بشین. فرزاد حسنی. سلام، شب بخیر. چیه؟ باز منو تو تلویزیون دیدید جوگیر شدیم تو برنامه دور سرمون ارشد. من کدوم دور بینم؟ شیطون تو هم هیماری ولی بگی صدات هم در نیاد. وای که چقدر اس ام اس زدید. بخونم؟ آخه اینجا جاش نیست که بخونم. اما سایت قراره بزنیم توپ 20 از اون سایت. من حالا صحبت مجری شد. یه تیکه خیلی کوتاه از ماه عسل براتون میام. آقای احسان علی خانی هست. میخوای با این دوربین برم؟ با هر دوربینی میخوای برو، با هر دوربینی میخوای بیا. بشین، پاشو، بخواب. ماهتون عسل. این کارو میکنه؟ بکنم تیپ کسی دیگه.
خب بریم کجا دیگه؟ چی آماده کردین امشب؟ عرضم من یه کار مستند ایران هم دارم اگر اجازه بدید. بله. از میخوای بشینی استاد بازم؟ نه اوکی. از آقای بهروز رضوی. بهروز رضوی گوینده بسیار خوش صدا و مقتدر رادیو و تلویزیون. بسم الله الرحمن الرحیم. در سفری که به آذربایجان دیار سهند و سبلان داشتیم، به عادات و روزمره مردمانی برخوردیم که هر روز صبح خورشیدوار برمیخیزند. اینجا دیار ستارخان و باقرخان است. چندین رادیو شب همراه با اقتصاد چور بامداد حکایت زیبا و شنیدنی را از بوستان سعدی برای شما خواهم خواند و بعد از اون هم غزلیات زیبا از دیوان حافظ لسان الغیب. خیلی زیبا بود. آفرین. من سعی کردم که پاتون شما کنم. من دوست دارم من صدا یاد بگیرم، تقلید صدا. خیلی دوستانی هستن که این کارا رو خیلی خوب انجام میدن مثل شما و برای من و خیلی از کسانی که مایلن این کار رو انجام بدن انگیزه میشه که بیان تو این عرصه فعالیت بکنن. سلامت باشید. بهنام برارزاده یک هنرمند توانمند، یک جوان جویای نام. خب بهنام جان بفرمایید که چند سالتونه؟ من 26 سالم. 26 سال. باز هم متولدین 60 دارن قوقا میکنن. دهه 60 دهه عجیبیه واقعا. خب بهنام جان شما اولین بار از کجا متوجه شدین که میتونی صدا سازی کنی و تیپ سازی و شخصیت سازی و کاراکترها رو در واقع شبیه سازی کنی؟ میشه گفت دوران نوجوانی. دوران تحصیل. تو مهمونی ها و فامیل ها میشستیم؟ آره، مدرسه، مهمونی، نزدیکا. مدرسه واسه همسالان و همکلاسی ها و در مهمانی هم که حتما ادای فامیل رو در می آورد و کلی هم میخندیدن. بله. خودشون راضی بودن یا شکایت میکردن؟ اگر جلوی خودشون بود آره. بله گله میکردن. بله. خب معمولا طبیعیه دیگه، جلو فامیل اداشو در میاری، کلی هم میخنده. اگر پشت سرش این کارو بکنی ممکنه بیاد گله کنه که چرا این کارو کردی، من راضی نبودم. عجیب اینجاست که خیلی هم اونجا که وقتی جلوشون اداشون رو در میاری و صداشون و کاراشون و باعث خنده دیگر رو میشی، اونجا چیزی نمیگن اما بعد کلی به شما اعتراض میکنن چرا این کارو کردی و ما رو اون شب ضایع نمودی. اشکالی نداره. خب بعد اول از فامیل شروع کردی و دوستان آشنایان و بعد یهو متوجه شدی که میتونی کاراکترهای معروف کارتونی یا فیلم‌های تلویزیونی رو هم شبیه سازی کنی. درسته؟ برداشتی. بله درست. اولین صدایی که صدای معروفی بود که مردم میشناختن و شما شبیه سازی کردی چه صدایی بود؟ اگر اشتباه نکنم سریال مختارنامه بود و کاراکتر عبدالله ابن زبر جناب آقای رضا کیانیان. درود بر تو. بعد این اولین صدا و بله میشه گفت تیپ سازی بود که شما انجام دادین و مورد اقبال عمومی هم قرار گرفت. خب بعد از اون دیگه به ترتیب اومدن جلو صداهای مختلف و مزه ها و تیکه های جالبی که میتونست که خیلی من خیلی ممنونم از شما که وقت شریف در اختیار من. خیلی ممنون انقدر آزون تو به من لطف کردی. اتفاقا من ازت ممنونم از اینکه همواره پیگیر کلیپ ها و ویدیوهای ما هستید و با این کار انگیزه میدید به ما و به همه جوان ها و عزیزانی که هنری دارن و مایلن بیان اینجا و هنر خودشون رو به منصه ظهور برسونن. منتظر هستیم تا هنر شما دوست عزیز که قطع به یقین هنر زیبا و دیدنی هست رو اینجا ببینید. دهه 60 ها باز هم قوقا کردن و باز هم من منتظر دهه 60 ها خواهم بود، کما اینکه دهه 70 ها و دهه 50 ها و دهه های دیگه هم قدمشون رو چش تشریف بیارن اینجا، ما در خدمتشون خواهیم بود. ولی احساس میکنم بعضیاتون همچنان تو قیافه‌اید. بعد از سلامتی خنده بزرگترین نعمت خداوند است. حالا این بحث آیینی و مذهبیشه. بحث علمیشو بخوام براتون بگم، یک گروه محققی خون 4 انسان افسرده رو به 4 خوکچه هندی تزریق کردن و اون 4 خوکچه هندی از بین رفتن. خون 4 انسان بشاش، شاداب و همیشه با لبخند به 4 خوکچه هندی دیگه تزریق کردن و در کمال ناباوری دیدن دوباره خوکچه ها مردن و فهمیدن که خون انسان و خوکچه هندی هیچ ربطی به هم دیگه نداره. آزمایشگاه رو تعطیل کردن، رفتن ناهار. مرسی که منو جدی میگی. معروف ترین شعرمون چی بود؟ دستمال من زیر درخت. گم شده. سواد داری؟ بی سوادی؟ بعد چه استدلالی بود که من خر تو هم؟ یا مثلا اینو دقت کنید، اتل متل توتوله گاو حسن. حالا این حسن کدوم حسنه کاری نداریم، نه شیر داره نه جایگاهی برای ارائه شیرشو بردن هندستون. بازیامون بهنام 3 نوع بازی داشتیم ما. مشما فریزر بکنیم تو پامون رو فرش سر بخوریم. بریم جلوی پنگوین
سومی که با زیر بغلمون صدا در بیاره همین شما نباید 5 به 1 کنی، باید 5 4 3 2 یواش یواش بیای. عالی بود. حالا شما توی فامیلتون بچه درس خون داشتین؟ خودم واقعا بله. ما چون بچه درس خون نداشتیم، من کلا تو فامیل مستقیم با سقراط مقایسه می‌شدم. در حد اینکه یه بار اومدم به بابام گفتم که بابا فردا امتحان نهایی دارم، رفت 3-4 کیلو هویج خرید آورد، گفت بیا بخور. گفتم چرا؟ گفت تو که مغز تعطیله، حداقل بخور چش و چالت باشه ببینی بغلی چی نوشته. از این بعد شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو با کیفیت عالی و طبقه بندی شده آرشیو شده در کانال رسمی خودم یعنی حسن آندرلاین ریوندی ببینید. بیاید در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی